بخشندگی از مهمترین ویژگی‌های پهلوی بود. یعنی این خاندان ذره‌ای تعلق به دنیا نداشتن. سر همین قضیه بدون چک و چونه بحرین رو دادن رفت. بحرین رو میگم استان 14 ایران. جالب اینه که محمد رضا دلیل این کار رو تو مصاحبه با گاردین این میدونه که نفت بحرین و مرواریدش داره تموم میشه. خوبه که بدونید الان بحرین جزو مهمترین کشورهای نفتی منطقه است. مادر ما یه دبه ماست میخره، ظرفشو نگه میداره چون مطمئنه یه جایی به کار میاد. و تو جزیره رو دادی رفت. کاش فقط همین یکی بود، ولی نه. پهلوی تو تیکه تیکه کردن وطن ید طولایی داشت، مثل بخشیدن کوههای آرارات در پیمان سعدآباد به ترکیه توسط رضا شاه، بخشیدن اروندرود و مناطق نفتی قصر شیرین به عراق توسط رضا شاه، بخشیدن دهکده توریستی فیروزه در خراسان شمالی به شوروی که الان جزء ترکمنستانه توسط محمد رضا شاه، بخشیدن دشت ناامید در شمال سیستان به افغانستان به مساحت 3000 کیلومتر مربع توسط رضا شاه که با این وطن فروشی سرچشمه رود هیرمند از دسترس ایران خارج شد و الانی که توی سیستان و بلوچستان بحران آب معضل شده به خاطر خیانت همین آقاست. تشنگی هدیه تلخ رضا شاه. دیگه هر انتقادی هم به شاه داشته باشید مهمون نوازیشو نمیتونید انکار کنید، به طوری که اسدالله علم نخست وزیر ایران توی خاطراتش نوشته زمانی که سلطان قابوس پادشاه عمان به ایران اومد و رفت، شاه از من پرسید در این 2 شب سلطان قابوس چه کرد؟ عرض کردم هر شبی چند دختر در اختیارش بود. فرمودن تازه داماد احیانا ناخوش نشود. گفتم خیر، دخترهای ایرانی تمیز بودن و او هم دوستشان داشت. این بشر انقدر آدم مهربون و دلسوزی بود که وسط تعطیلات عید نوروز سال 54 به خاطر مرگ ملک فیصل پادشاه عربستان 7 روز عزای عمومی توی ایران اعلام کرد. هشتگ ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم. شکلگیری اولین حلبی نشینی ها در شهرهای بزرگ به خصوص تهران از دهه 40 به بعد و ایجاد اولین کارتون خوابی ها در تاریخ ایران. دیگه نگم از 10 ها کاخ لاکچری خانواده پهلوی، کاخهایی که میشد بلوکاش خونه بشه برای حلبی نشینا. تصویری که از دوران پهلوی توی ذهنمون ساختن اینه که اون زمان همه چی گل و بلبل بوده، اما نیازه تا با حقیقت آشناتون کنم. میخوام براتون تیتر چند تا از روزنامه‌های اون زمانو بخونم. 80% مردم ایران گرسنه و نیمه گرسنه هستن. قیمت زمین 2000% گران شد. شهرستانی ها هم از خاموشی های برق مینالن. تعداد بیسوادها وحشتناک است. مشکلی به نام پیاز. 700% ترقی قیمت ها در 1 سال. ارقام هزینه جشن‌های شاهنشاهی اعلام شد. اردکانی ها برای تهیه دارو باید 120 کیلومتر راه بروند. دارو گران، درمان گرانتر. امروز دانشگاه ها از گروه های سیاسی پاک می شود. بلوای خونین و حکومت نظامی در اصفهان. افزایش جمعیت کشور خطر کمبود گوشت را تشدید کرده است. هر بهبهانی روزی 1 گرم سهمیه گوشت دارد. گوشت در تهران بار دیگر کمیاب شد. گوشت مسئله روز است. گرانی ناگهانی مصالح ساختمانی. قیمت میوه از تولید کننده تا مصرف کننده 300% افزایش می‌یابد. سال گذشته در تهران 3819 نفر قصد خودکشی کردند. 10,000 ایرانی با یک کلیه زندگی می‌کنند. خرید و فروش اجزا و اندام‌های بدن در بورس معاملات. این میشه؟ مگه امکان داره مردم گوشت نخورن؟ گوشت که نخورن، پرتقال نارنگی 30 کیلو 6 تومن بخورن، چی بخورن آخه؟ میگن که آقایون پرتقال نخورن، گوشت هم که نخورن، پس الان نون هم که نه، بعد هوا بخورن. این هزینه‌های زندگی سرسام‌آور که هر روز بدون منطق هر چیزیش گرون میشه، به طوری که امروز شما اگر بخواید نخود بخرید 1 کیلو دقیقاً در میاد هر یه دونش مثلا سری. حتی محمد رضا هم به این تورما اعتراف کرده. بهای کالاهای اساسی نسبت به 2 سال قبل بدین قرار است: گندم 320%، شکر 308%، سیمان 300%، پشم 220%، پوست و چرم 200%. روز انقدر ما کار زیاد داریم که حتی اهالی خود ایران برای اشغال تمام مشاغل کافی نیست. مجبور شدیم از خارج آدم بیاریم. پول شما چی قرو؟ ماشین پایی. شما روز چقدر در میری؟ 200. شما چرا کار دیگه مشغول نمیشین؟ کار دیگه نیست من بکنم. این فیلمو ببینین. ایران همین 50 سال پیش در زمان حکومت پهلوی، زمانی که فقط 30 میلیون نفر جمعیت داشتیم، رفیق آمریکا و انگلیس بودیم و خبری از تحریم نبود. به حزب الله و یمن و مظلومین جهان هم کمکی نمی‌کردیم، ولی ملت مجبور بودن نون تو آب جوش بزنن، تیلیت کنن بخورن. چی می‌خوری بالاخره نارسان؟ باید یا نون چیز بخوریم، آب بخوریم، یا بخوریم بچه‌ها نون آب رو بزنید رو چراغ، آب جوش بیا، نون تلیت کنیم توش. نه آب داریم اینجا، نه برق داریم اینجا، همه مریض، همه کثیف.
اینجا محیطش خرابه، یارو بچهش میفرسته انگلیس درس میخونه، فرانسه درس میخونه، ایتالیا درس میخونه، بچه ما تو خرابه درس میخونه، توی آشغالات، توی این خرابه ها. بالاخره بیاد آقا، ما هم دین شما هستیم، هم زنگیری شما هستیم، بالاخره هم نوع شما هستیم، ما هم مسلمانیم، مال آب خاکیم. بیاد اینجا یه وضعی به زندگی ما، به بدبختی ما بندازید. ما توی کثافت، توی این بدبختی، توی این بیچارگی، بچه‌هامو، خودمو، زنمو، هممو داریم توی گند و کثافت داریم اکیس بینیم. جمعیتی که اینجا هنگ زن و بچه دارن والله به حضرت عباس همه اسیرن، همه بدبختی میکشن. ما میرم سر میدون کارگریم دیگه، اسممون کارگره، مثل گیدا وامیزیم دستمونو بغلمون میکنیم، دوباره برمیگردیم اینجا از خجالت زن و بچه. اونا گریه میکنن، ما گریه میکنیم. یک کار بکنن که به فریاد ما برسن. داشتیم اشرافی زندگی میکردیم که انقلاب شد. نه، قرار نیست الان با دیدن این عکس و فیلم ها بگیم همه چی تو کشور رو به راهه یا اون زمان همه چی افتضاح بوده. نه، قطعاً پیشرفت ها و نکات مثبتی هم بوده، اما هدفمون اینه که بگیم اون دوران افسانه‌ای که از زمان شاه برای ما ساختن قطعاً با واقعیت خیلی فاصله داره.